درود بر شما. تو این ویدیو میخوام به شما یاد بدم که چطور میتونین پروداکت جدید اضافه بکنید یا مثلا عکس پروداکتتون رو عوض بکنین، قیمتش رو عوض بکنین. این ویدیو فقط مخصوص محصولاتی هستش که یک قیمت فقط داره. مثلا اینطور نیست که مثلا بگیم سایز اسمول یک قیمتی، سایز لارج قیمتی. ویدیوی بعدی رو براتون توضیح میدم که محصولاتی که دو سه رقم قیمت مختلفی داشته باشن رو چطوری میتونید تغییرات انجام بدین. این فقط برای محصولاتی هستش که یک قیمت ثابت دارن. خب پس اول چیکار میکنید؟ اول به وبسایتتون لوگین کنید، وارد بک اند وبسایت بشین. پس من اسم وبسایت رو تایپ میکنم /wp admin رو میزنم. اینجا لوگین کنم، یوزرنیم رو میزنم و پسوردم رو و وارد وبسایت میشم. تو داشبورد هستیم. ما برای هر کاری که برای محصولات بخوام داشته باشیم باید با این قسمت کار داریم، پروداکت و ووکامرس. اگه فرانت اند رو نشون بدم به شما، به ما الان این شاپمونه. ما 4 تا کاتگوری داریم: تیشرت، بگز، هتس اند شوز. مثلا تیشرت ما اگر روش کلیک کنم 3 رقم تیشرت مختلف داریم: تیشرت 1، تیشرت 2، تیشرت 3، هر کدوم قیمت مختلف داره. مثلا میخوام بریم تیشرت 1 رو عکسش رو عوض بکنیم و این قیمتش رو عوض بکنیم. خب بک اند ما میریم کجا؟ میام اینجا پروداکت. قبل از اینکه برم پروداکت رو به شما نشون بدم میخوام کاتگوری ها رو نشون بدم. به فرانت اند رو اگه نگاه کنین، یک بار دیگه بیام تو شاپمون، ببین ما 4 تا کاتگوری داریم: تیشرت ها، بگ ها، هت و شوز. خب اینا کجاست؟ اینا زیر پروداکت اگه نگاه کنین اینجا داریم به نام کاتگوری، دو قسم به نام کاتگوری. اگه روش من کلیک کنم اینجا ما 4 تا کاتگوریامون اینجاست. اگه بخواید کاتگوری جدید اضافه کنین کافی اینجا اسمشو می‌نویسین. برای مثال مثلا پنت. خب بعد دوبار بنویسیم، اینجا باید یادداشت کنیم. و اگر این کاتگوری پرنت داشته باشه اینجا پرنتش انتخاب می‌کنیم. پرنت یعنی چی؟ یعنی زیر این که پنت زیر مجموعه یک کاتگوری دیگری باشه. اینجا مثلا ببین، مثلا اگه من این تیشرت رو انتخاب کنم، مثلا اگر ما یک کاتگوری داشتیم به نام کلوز لباس ها، مثلا تیشرت و پنت میشه زیر مجموعهش. الان من پنت رو میخوام بذارم، اگه مثلا بخوام بذارم زیر مجموعه تیشرت، اینجا تیشرت انتخاب میکنم میشه زیر مجموعه اون. ولی این الان این کارو نمیخوام انجام بدیم. اگه بخوایم کاتگوری جدید اضافه کنی، اسمش رو اینجا یادداشت میکنی. اینجا هم بهش عکس میدیم. برای مثال یه دونه عکسی که تو وبسایت به کار رفته اینو حالا همینطوری میزنیم. خب بعد اگر اد نیو کاتگوری بزنیم اینجا اضافه میشه، که الان من نمیخوام کاتگوری جدیدی اضافه بکنم، ولی اینجوری شما یاد میگیرید که چطوری کاتگوری جدید اضافه کنید. خب برمیگردیم به داشبوردمون. پس میریم تو پروداکت، آل پروداکت. روی آل پروداکت من کلیک کنم اینجا 10 تا آیتم داده. ببین 10 تا پروداکت ما داریم، تمام پروداکت ها اینجاست. میتونیم این بالا فیلترش کنیم با کاتگوری. مثلا میگم فقط هت ها رو نشون بده، فقط شوز ها رو نشون بده، ولی چون تعداد زیاد نیستش 10 تا رو من توی صفحه میتونم ببینم. خب که پروداکتی که میخوایم، محصولی که میخوایم عوضش کنیم و پیداش میکنم، این بودش تیشرت 1. خب ادیت رو من روش کلیک بکنم وارد بک اند تیشرت 1 میشم. خب این بالا میتونیم اسمش رو عوض کنیم، مثلا میشه تیشرت 11. خب اینجا عکسشه، این پایین عکس های گالریه. یعنی چی عکس های گالری؟ ببین من اگه رو تیشرت ها کلیک کنم، تیشرت 1 کلیک کنم، این عکس اصلیشه. این 4 تای پایین عکس های گالریش هستن. خب اینجا هم بهش میگن توضیحات کوتاه، short description. اینم تایتل و قیمت. حالا میریم بک اند، این عکس اصلیش، این پروداکت گالری. حالا ما میخوایم عکس اصلی رو عوض کنیم، میذاریم remove product. خب الان جاش خالی شد. product image بخوام یه عکس براش بذارم، میذارم set product image. دو تا اینجا ما آپشن داریم، یا از این عکسایی که آردی تو وبسایت به کار رفته که انتخاب کنم، یا که میام اینجا آپلود فایل رو میزنم، سلکت فایل رو میزنم، توی کامپیوترم وارد میشه، از تو کامپیوترم یه عکسی پیدا میکنم، مثلا این عکس رو انتخاب کردم، اینو سلکت میکنم، open، وای میسیم آپلود بشه، set this product. خب الان عکس اصلی شد این. خب حالا عکسای پروداکت گالری هم عکسایی که داره، اگه بخوام مثلا اینو دیلیت کنم، اینو میزنم دیلیت میشه. بخوام یه عکس اضافه کنم میزنم عکس add product gallery image، یه عکس مثلا اینو اضافه میکنم بهش، add to gallery، اضافه شد.
پس عکس های اصلی و گالری رو به این صورت تو این قسمت میتونیم عوض کنیم. قسمت بعدی قیمتشه، regular price. قیمتش 20 پوند بود. ببین 20 پونده. حالا ما مثلا میخوایم بگیم که این 30 پوند بوده شده 20 پوند آفر خورده. چیکار میکنیم؟ زیرش نمیشه سیل پرایس. اینو مثلا میزنم 35 پوند بوده. ببخشید. اینو پاک میکنم. این پایین میزنیم 20 پوند الان هست. سیل پرایس، رگولار پرایس. اول باید رگولار پرایس بنویسیم. 35 پوند رگولار پرایسش بوده، الان شده 20 پوند. خب اگه الان من سیوش کنم، آپدیت کنم اینجا، برم فرانت اند یا ریفرش کنم، ببینید زد 35 پوند روش یه خط کشید، زده الان 20 پوند شده. پس اینطور میتونیم نشون بدیم که مثلا آفر خورده. حالا این توضیحات اینجا بهش میگن شورت دیسکریپشن. اینو چطور میشه عوض کرد؟ میام این پایین پروداکت شورت دیسکریپشن، هر چی اینجا بنویسی، مثلا من می‌نویسم تست. خب دبل کلیک میکنم، بولدش میکنم، سایزش مثلا بزرگتر نشون میدم، نه همش شد. بعد میام خط پایینتر. خب اینو مثلا میخوام سایز فونتش رو بزرگتر از همه بشه. خب میام سیوش میکنم، یعنی همون آپدیت میکنیم، برمیگردیم فرانت اند یه ریفرش بکنیم، ببین اینجا اضافه شد تست و درشتر هم شد. اینجا پس میتونین کارهای مختلف انجام، حتی میتونین عکس بذارین، میتونین فونتش رو اینجا تغییر بدین، فونت های مختلف، رنگش رو تغییر بدین و استایلش رو، همه کار اینجا میتونین انجام بدین، لینک بذارین. خب حالا ما کنترل زد میزنم، بعد اینو پاک میکنم که تغییری انجام ندیم. اوکی، پس به همین سادگی شما یاد گرفتین که چطور عکس بتونین عوض کنین. ببین ما قیمتش رو که وقتی گذاشتیم سیل شده تخفیف زدیم، اتوماتیک اینجا یه دونه بج سیلم اومدش. الان شما یاد گرفتین چطور قیمت عوض کنین، نشون بدین که تخفیف خورده و توضیحاتش رو اینجا تنظیم بکنید. یه نکته مهم دیگه هست، این شرت ها اگه برگردیم تو شاپ all product، ببین تو کاتگوری شرت ها هستش. حالا اگه بخوایم اونو بذاریم تو کاتگوری برای مثال بگز ها، خب چطور جاش تو کاتگوری بگز ها هم نشون داده بشه. برمیگردیم بک اند، میایم پایین سمت راست، اینجا اگه نگاه کنین الان اینجا کاتگوری ها هستش. تیشرت تیک خورده. خب اگه بگم من تیک بزنم یا اگه تیشرت رو بردارم فقط بگ باشه، بعد میام آپدیت میکنم، برمیگرده فرانت اند، اینجا هم یه ریفرش میکنم. خب اگه الان تو بگ ها نگاه کنیم، شرت وان اومده توی بگ ها. اگه برگردم توی تیشرت ها نگاه کنم، تیشرت وان دیگه اینجا نداریم. چرا؟ چون جای کاتگوریشو ما عوض کردیم، رفته تو کاتگوری بگ ها که اشتباه در این حالت ما میذاریمش دوباره رو تیشرت و آپدیت رو میزنیم. خب پس به این صورت هر تغییری که بخواین انجام بدین میتونین توی این قسمت چنج پروداکت انجام بدین. حالا اگه بخواین یه پروداکت جدید، یه محصول جدید اضافه کنین، چطور اضافه میکنین؟ یا میتونین اینجا که نمیشه اد نیو این کار انجام بدین، یا مین پروداکت زیر پروداکت میشه اد نیو، فرق نمیکنه. اد نیو که بزنین بدون اسم اینجا میاد. مثلا من میخوام فرانت اند رو بذارم، من یک ریفرش کنم، ببینیم مثلا 3 تا تیشرت داریم. خب تیشرت 1 2 3، مثلا تیشرت 4 رو ما میخوایم اضافه بکنیم برای مثال. پس این بالا بهش اسم میدیم، هرچی اینجا یادداشت کنین اسمش میشه. اسمش رو من میدم تیشرت 4. براش اولین کاری که میکنیم اینجا الان یه عکس انتخاب میکنم. صفحه رفت ببخشید. اوکی، من اصلا این عکس مشکی رو انتخاب میکنم برای عکس اصلیش، سلکتش کردم. برای پروداکت گالری هم 2 تا عکس انتخاب میکنم. وقتی روی این پروداکت گالری کلیک میکنم این باز میشه. برای مثال مثلا این عکس، این سفید رو انتخاب میکنم، یه عکس با این صورتی و این یکی، 3 تا عکس هم برای گالری به این اضافه شد. قیمت بهش میدم مثلا 60 پوند و کاتگوریش رو انتخاب میکنم تو قسمت تیشرت ها. یه توضیحات هم اینجا. خب اینم توضیحاتش، یه خورده بیشتر بنویسم. خب یه لینک هم میخوام بهش بدم. ببین مثلا میگم
contact us if you want more than 20 t-shirts. اوکی. خب ما میخوام اگر کسی کلیک کرد روی کنتاکت آس بتونه بره تو صفحه کنتاکت آس. اول میریم فرانت اند، میریم صفحه کانتاکت، این لینک بالا رو کپی میکنی. خب بعد برمیگردیم اینجا، این کلمه ای که میخوایم لینکابل بشه، قابل کلیک بشه، هایلایت میکنم، اینو میزنم، اونی که کپی کرده بودیم اینجا پیستش میکنیم، دکمه آبی رو میزنیم. خب حالا یه بار دیگه انتخابش میکنم، بولدش میکنم. خب حالا میریم سیو میکنیم، میریم فرانت اند، میریم قسمت شاپ. خب تو تیشرت ها ببین تیشرت 4 اضافه شد با قیمت 60 پوند. روش اگر کلیک کنم قیمت، این اسمی که بهش دادیم اینجا اومد، پس اون بالا هر اسمی بدین، این بالا هر اسمی بدین میشه اینجا میاد توضیحاتش. و این کنتاکت آس که نوشتم اینجا، اگر روش کلیک کنم ببین چه اتفاقی میفته، دایرکت شدم به صفحه کانتاکت و به این صورت میتونی بهش لینک هم بدیم. برمیگردیم اینجا. خب بریم بک اند، دیگه توضیحات دیگه نداره اینجا، فکر کنم همه چیز براتون توضیح دادم. بله اگه سوالی داشتین همین پایین بر من میتونید کامنت بذارید، من کامنتاتون رو جواب میدم. بعد ویدیوهای ما رو دنبال کنید، سابسکرایب کنید، برای اینکه ما هر هفته یه ویدیو آموزشی جدید میذاریم. ویدیوی بعدیمون به این صورت خواهد بود که اگر محصول شما 2-3 تا قیمت مختلف داشته باشه چطور اون رو ستاپ بکنیم. پس ما رو سابسکرایب بکنید این چنل رو که وقتی ویدیو بعدی آماده شد برای شما به صورت اتوماتیک نوتیفیکیشن بیاد. ممنون از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا ویدیو بعدی.